سلام دوستان عزیزم، با یک ویدیوی دیگه با من همراه بشین. من دخترم امروز کوکو سیب زمینی دلش میخواست. منم سیب زمینی رو آب پز کردم. حالا در حضور شما میخوام پوست بکنم درست کنم. من کوکو سیب زمینی که درست کردم به فامیلام دستورشو دادم، میگن همیشه وا میره، ولی این کاری که من انجام میدم هیچ وقت کوکوهاتون وا نمیره. الان درست میکنم، شما ملاحظه کنید. من پیاز نمیزنم، پودر پیاز میزنم. پیاز سلیقه‌ایه. میتونید پیاز رو رنده کنید، آبشو بگیرید، خوب که آبشو گرفتید بعد به سیب زمینیتون اضافه کنید. خب دوستان عزیزم، من دارم سیب زمینیامو میکوبم. شما میتونید مثلا الان من 4 تا دونه سیب زمینی متوسط 2 تا تخم مرغ میزنم. 4 تا دونه سیب زمینی متوسط 2 تا تخم مرغ. اگه شما میخواین بیشتر درست کنین باید تخم مرغتون رو اضافه کنین. هر 2 تا دونه سیب زمینی یه تخم مرغ میخواد دیگه. الانم 2 تا تخم مرغ رو میخوام بشکنم. الان یه مقدار دوباره میکوبم با تخم مرغ قشنگ قاطی بشه. بعد دیگه ادویه‌جاتش رو میزنم که شما میبینید. الان اینو حسابی باید بکوبید. اینو یا با دست رز بدید یا بکوبید. من میکوبم. الانم فلفل زردچوبه‌شو اضافه میکنم. بعد نمک، آبیشم، نعنای خشک. حالا شیوید بریزید شما هرچی دلتون میخواد، بستگی داره به سلیقه هاتون. یک دونه قاشق آرد میزنم، چسبندگیش بیشتر میشه. شما سلیقه‌ای هرچی دلتون میخواد بزنیدش. یعنی هر آردی میشه؟ هر آردی میشه. هر آردی که دلتون میخواد بهش میتونید اضافه کنید. یکم من فلفل قرمز میزنم، بذارم پودر سیب، یه مقدارم پودر پیاز میزنم چون که من پیاز دوست ندارم. حالا اینو حسابی من میکوبم. اینو قشنگ زیر رو میکنین، نمکشو میچشین، ادویه‌شو حسابی بچشید ببینید زردچوبه‌اش اندازه است. قشنگ خودش معلوم میکنه رنگش. دیدید کمه دوباره اضافه کنید، هیچ اشکالی نداره. الانم میریم واسه یه سرخ کردن. ببینید بافتش باید اینطور باشه، نه شل باشه نه سفت. ببین چه بافتش نرم و قشنگه. این تو دستم خیلی قشنگ میشه برای شکل دادن. من الان ماینتوبمو داغ کردم، میخوام روغنشو بریزم. چقدر باید باشه روغنش؟ همینقدر. کم؟ نه خیلی کم نباشه که بسوزه. من دیگه الان مایم حاضر شده، میخوام دستمو بذارم تو آب. شما یکم آب بذارین دم دستتون که نچسبه کف دستتون. قشنگ نشون بده چجوری درست میکنی. دستتون رو میزنین تو آب، قشنگ اینجوری میکنید، شلک میدید دیگه. میگم سلیقه‌ایه اینطور چیزا. هر کار شکل دلتون میخواد میتونید. هم گرد هم مثل آره میگم.
چکش میکنیم دیگه. مثلا روغن بریزم روش. باید این رنگی بشه. زیاد سیاه نشه، سرخ بشه معمولی، یکم طلایی بشه قشنگ. اینم برگردونم ببینم شده یا نه. آره اینم طلایی قشنگی. من دیگه اینا رو سرخ کردم، زیرش هم دستمال کنلس گذاشتم. شما میتونید توری بذارین. ببینم. اینم سبزی خوردنمون. یکم ریختم به دستمال آبش بره. اینم از کوکوی سیب زمینی من. این دیگه سیب زمینی رو تا آب پس کنیم، موادش رو بزنیم، همه چی رو قاطی کنیم و سرخ کنیم، 1 ساعت وقت میبره. من کنار این گوجه فرنگی و سبزی خوردن گذاشتم. شما میتونید ترشی بذارین، خیارشور بذارین، هر جور که دلتون میخواد. امیدوارم درست کنین، نوش جان کنین. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.